پرونده سعید طوسی از اون سوتی هایی که کل نظام توش مونده، چون همه میدونن که طوسی فقط نوک کوه یخه و به قول خودش اگر بخوان پایین بکشنش 100 نفر دیگر رو هم با خودش پایین میکشه. حالا بحث اصلی تو بیت عظما اینه که با سعید طوسی چی کار بکنن، چون با وجود عکس‌های مشترک طوسی و خامنه‌ای هرچی که بار طوسی میکنن یه فلشش هم برمیگرده به سمت عظما. البته برای گمانه‌زنی در مورد سرنوشت طوسی میشه با مراجعه به سرنوشت سعیدهای دیگه یه سری آپشن‌های مختلف رو بررسی کرد. بله، گزینه اول سعید طوسی الگوی سعید مرتضوی رو طی میکنه، یعنی یه دادگاه طولانی، فراموش شدن جرم اصلی، در نهایت به خاطر اینکه چند کلمه بی‌ادبی جلوی بچه‌ها به کار برده محکوم میشه که یک دوره کلاس رایگان بذاره و بره پی کارش. سعید بعدی، سعید عسکره. در این حالت یارو رو یه مدت کوتاه میبرن زندان تا دیگه جای آفتابی نشه. البته زندونی مجهز به وای فای و جکوزی که زیاد بهش فشارم نیاد. خلاصه چند روزی نگذشته ماجرا فید میشه توی شلوغی‌های روزگار و خلاص. و اما سعید بعدی که ممکنه حاجی طوسی سرنوشتش مثل اون بشه، سعید حجاریانه. یعنی اینکه 2 نفر آدم ناشناس از نزدیکترین پایگاه بسیج واسه دفاع از آبروی نظام با یک کلت ماکاروف بنگ بنگ خونین و مارینش میکنن. حالا اینکه این بار گلوله طرف رو بفرسته جهنم یا اینکه مثل حجاریان فقط ناقصش کنه، هر دوش توی آپشن هاست. و حالا سعید بعدی، این یکی سعید امامیه، خودکشونده شده توسط بر و بچه وزارت اطلاعات. این سرنوشت هم به نظر یه جورایی محتمله، به خصوص که سعید طوسی تو آخرین فایل صوتیش گفته من دیگه آبرو برام نمونده، یعنی زمینه دپرس شدن هم داره. حالا اینکه آرسینیک رو براش توی چای حل کنن یا با قیفش بخورونن به خلاقیت همون بر و بچه اطلاعات برمیگرده. سعید بعدی که ممکنه سرنوشت اینم اونجوری باشه اسمش هست سعید لو، یعنی یه لو اضافه داره. علی سعید لو رئیس تربیت بدنی دولت محمودی که بعد از بخور و دزدی ناقابل 15 میلیاردی فلنگو بست و اونا فیت شد. کلن آپشن گم و گور شدن توی کشورهای دیگه از اون جهت نامحتمل ترینه که طرف بیش از حد علنی شده و اگرم گم بشه یه بار دیگه کل نظام میره زیر بخیه. و اما آخرین آپشن واسه طوسی، خب فکر میکنید چی باشه؟ بدون تعارف. نه منظورم واقعا بدون تعارفه. همون برنامه ماسمالیزیشن توی تیوی ریش که دراکولاهای نظام رو بزک دوزک میکنه. احمد خاتمی تحویل میگیره، سیندرلا تحویل میده، علم الهدی وارد میشه توش، سفید برفی خارج میشه ازش. بعد نیست چند روز دیگه سعید طوسی هم بره توی این برنامه و شنل قرمزی بیرون بیاد. پیشبینی شما چیه؟ سرنوشت سعید طوسی از آرسنیک تا سیندرلا کدام؟